سلام خدمت همه کاربران عزیز وبسایت آیتی پرو. با قسمت هفتم از مجموعه آموزشی کامپتیان نتورک پلاس در خدمت شما هستیم دوستان. لطفاً از ما حمایت کنید. من واقعاً 3 روز الان دارم روی این ویدیو کار میکنم و دونه دونه اسلایدایی که ساختم واقعاً زمان برده. سعی کردم به ساده ترین شکل ممکن مفاهیم هاب، سویچ و بریج رو برای شما بشکافم و باز کنم. توی کتاب نتورک پلاستون دیگه حرفی از هاب یا بریج نمیشنوید شما، تقریبا اصلا صحبتی ازشون نمیشه، ولی چون منسوخ شدن واقعا الان استفاده نمیشن. اما ما به عنوان کسی که میخوایم واقعا پایه و اساس شبکه رو برای شما باز بکنیم، از هاب شروع میکنیم مکانیزم کاریش چی بود و چرا منسوخ شد، به بریج میرسیم و در نهایت به سویچ و انواع سویچ میرسیم. خب که کاملا جا بیفته براتون که واقعا چه اتفاقی داره داخل این دستگاه ها و تجهیزات میفته و دلیل اینکه چرا خیلی از اینها دیگه استفاده نمیشن رو براتون تشریح میکنیم. خب چه چیزهایی رو ما قراره در واقع برای شما باز بکنیم امروز؟ قبل از اینکه بریم سراغ در واقع سوالاتمون، ببینید این تصویر یک هاب هست، منسوخ شده است. اگر پیدا کردید الان میتونید داخل موزه استفاده کنید ازش یا بالا تاقچه بذارید به عنوان خاطراتتون در دوران شبکه استفاده بکنید. این یک سویچ معمولی هستش. حالا مثلا اینجا نوشته گیگابیت سویچ، راجع به این صحبت میکنیم که منظور از این سرعت ها چیه، گیگابیت، نمیدونم مگابیت یا در واقع بیت پر سکند. و این یه سویچ، حالا جلوتر میریم متوجه میشیم، میگیم یک سویچ منیجه، یک سویچ در واقع قابل کنترله و خیلی از موارد دیگه. حالا چه سوالاتی رو ما پاسخ بدیم امروز؟ قراره هاب، بریج و سویچ رو برای شما باز بکنیم. ما اول از همه میگیم که اسنیکرنت چیه. بچه قبل از اینکه شبکه ها به وجود بیان، ما اسنیکر، حالا به معنی فکر میکنم کفش کتونی باشه یه همچین حالتی، ما برای اینکه بین کامپیوترها ارتباط برقرار بکنیم فایلامون رو داخل مثلا یه چیزی مثل فلاپی دیسک میذاشتیم. یه عده‌ای بودن کارشون دویدن تو طبقات بود، خب هی میدویدن این ور این فلاپی ها رو جابجا میکردن، به اون میگفتن اسنیکرنت، جزء خاطرات هستش. خب هاب چیه و چه جوری کار میکنه امروز بحث میکنیم. ضایع ترین دیوایس شبکه که فکرش بکنید هاب دیگه، که الان هم استفاده نمیشه. خب یه دیوایس کاملا بویتی که اصلا حالا تشریح میکنیم، کامل تشریح میکنیم. راجع بریج صحبت میکنیم، چیست و چی جوری کار میکنه، سویچ چیه، چی جوری کار میکنه. خیلی جذاب. من نمیخوام یه راست برم سلام چطوری سویچ، سلام چطوری مثلا بریج، میخوام از اون اولش واسهتون شروع بکنم. منظور از محدوده برخورد یا کالیژن دومین، محدوده تصادف رو میگم چی جوری و منطقش رو با هم بررسی میکنیم. منظور از محدوده برادکست چی هستش صحبت میکنیم. برادکست همون داد و بیدادی بود که یه نفر گفتیم داخل یه شبکه انجام میده. من میخوام برای یک نفر، میخوام برای همه کسایی که داخل این شبکه هستن اطلاعاتی بفرستم، خب یا یک پیام بفرستن، از برادکست استفاده میکنیم. دومینم یعنی حوزه یا محدوده که حالا توضیح میدیم یعنی چی. راجع به شباهت سویچ و خیابون صحبت میکنیم که چه ربطی دارم. پورت، اینترفیس یا درگاه فکر نمی کنم زیاد بحثی داشته باشه. ببینید این ویلک هایی که ببینید اینجا، این سوراخ هایی که اینجا وجود داره، خب اینا رو بهش میگم پورت یا اینترفیس. ما داریم مثلا از 4 پورت داریم سویچ و هاب تا n پورت. خب که راجع به انواع سویچ صحبت کردیم، میگیم که منظور از n پورت چیه. شما میتونید یه سویچی داشته باشید که قابلیت اضافه شدن تعداد پورت ها هم داشته باشه. پس هر جا شنیدید پورت، اینترفیس یا درگاه، منظور این تعداد این ویلک ها یا سوراخیاییه که روی در واقع دستگاهتون یا اون دستگاه تجهیزاتی که گرفتید وجود داره. خب آپلینک چیه؟ بعدا صحبت میکنیم. مثلا ما میخوایم 2 تا دستگاه رو به هم وصل بکنیم. خب 2 تا دستگاه رو میام از طریق یه پورت خاص که سرعتش نسبت به پورت‌های دیگه بالاتر هست نسبتاً وصل میکنیم، بهش میگیم آپلینک. ها ترجمه‌ش هم میشه پورت بالایی. من اولین بار به عمرم اینو ترجمه کردم. خب پورت بالایی، مثلا پایین باشه بهش میگیم داون لینک مثلا. چرا مرض دارم مثلا اینجوری نامگذاری میکنم. اوکی آپلینک شاید به منظور این بوده که مثلا قرار هست شما با یک سویچ، یک روتری که بالا سر شما قرار هست ارتباط بگیرید، به خاطر همین اسمش گذاشتن آپلینک. حالا اینا منطق ماست. واحد سرعت در شبکه بچا چیه؟ احتمالاً دیگه الان شنیدید. خب ما میگیم Mbps. خب شما ADSL هم که میگیرید میگن ADSLش مثلا 128 مگه. خب ببخشید 128 کیه، واقعا 128 مگ داشته باشید کی چی. منظور از این چی هستش؟ ببین واحد سرعت در شبکه بیت پر سکند هست. بیت پر سکند میشه مخففش BPS میشه. خب
حالا اگر این سرعت بره بالاتر میشه مگابیت پر سکند، میشه MPBS. خب MBPS. اگر بشه گیگ، مثلا سرعت بالا داشته میگن گیگابیت پر سکند، به همین ترتیب. حالا سرعت واقعا چیز پیچیده نیست. راجع به داپلکس صحبت میکنیم. قبلا توی تعاریف فنی یه سری صحبت کردیم. اطلاعات از نظر همزمانی، در واقع نحوه اینجوری بگیم شبکه ها از نظر همزمانی انتقال اطلاعات، یادتون باشه داپلکسینگ صحبت کردم، بحث همون تجهیزات واکی تاکی یا اون وایرلس هایی که گفتیم حاجی خود نخود کشی میشه بریز، اون داپلکس بود. ماش گفتیم شبکه هایی که به صورت پیش‌فرض هستش از نوع هاف داپلکس یا دو طرفه غیر همزمان. خب دو طرفه یعنی در لحظه فقط یک نفر میتونه در شبکه اطلاعاتش رو ارسال بکنه، دیگران باید منتظر بمونن. این میشه داپلکس. منظور از شبکه لن چیه؟ من یک ویدیو کامل فکر کنم راجع به این مفاهیم باید داشته باشم. تا حالا چیزی که معمولا توی مؤسسات آموزشی یا کتابات رو میخونید میگه لوکال ایریا نتورک، شبکه ها از لحاظ ابعاد جغرافیایی. خب اما الان تقریبا دیگه نمیشه همچین مفهومی رو به کار برد که لن الزاما ابعاد جغرافیاییه. حالا توضیح میدیم چرا. لوکال ایریا نتورک، ما میتونیم لوکال ایریا نتورکی داشته باشیم داخل یک اتاق باشه اما 7 تا دونه لوکال ایریا نتورک باشه به صورت مجازی. خب یا تعریف ساده ترش بگیم تا جایی که تو شبکه تو سویچت قرار داری بهش میگن لن. تا جایی که تو شبکه تو سویچ قرار داری رو بهش میگیم لن. بعد از اینکه رفت شبکه توی مثلا روترها یا مسیریابا دیگه اونجا لن نمیشه. حالا مفاهیمش خیلی گسترده است، به موقعش با هم کار میکنیم. خب راجع به اترنت صحبت میکنیم. اترنت هر جا شنیدید یعنی لایه دوم از مدل TCP/IP، ببخشید مدل OSI، یعنی با مک ادرس کار میکنه. یک استاندارد ارتباطی در لایه دوم هستش. خب حالا همون اترنت سرعت‌های مختلفی رو به ما ارائه میده که مثلا به بعضی از پورت‌ها که 100 مگابیت پر ثانیه سرعت دارن، 100 مگابیت پر سکند یا 100 MPBS، خب بهش میگن فست اترنت. مثلا شما اینجا الان یک سویچ میبینین که 48 تا پورت فست اترنت داره، یعنی هر کدوم از این 48 تا 100 مگابیت پر سکند سرعتشون میتونه باشه. از این قوی تر هم داریم، بله داریم. ما شبکه هایی رو داریم، سویچ هایی رو داریم، روتر هایی رو داریم که هر کدوم از پورتاش 1 گیگابیت تا 10 گیگابیت بر ثانیه سرعت دارن. همین آپلینکی که اینجا دیدید، اینا آپلینک هم. ببینید اینجا رو ببینید، ما از این پورت ها به عنوان آپلینک قراره به یه شبکه دیگه، قراره به یک سویچ دیگه، قراره به یک روتر دیگه وصل بشن استفاده میکنیم. قطعاً یا در بیشتر موارد میتونیم بگیم در بیشتر موارد سرعت پورت های آپلینک از سرعت کل پورت ها تقریبا بیشتر است. چرا؟ چون قرار کل ترافیک این رو انتقال بده بره جای دیگه. میریم جلوتر میبینیم که مثلا اینا رو از حتی 10 گیگ داریم، خب 10 گیگابیت پر سکند دیگه. اینجا طبیعتا شما نمیاد از کابل استفاده کنید، شما میاد از تجهیزات فیبر نوری، از یک رسانه مثلا فیبر نوری برای ارتباط استفاده میکنید. بماند که نوع کانکشن های خاص خودش داره، به اون میگن گیگابیت اترنت. اوکی. راجع به مک تیبل صحبت میکنیم و یا کم تیبل، هر دوتاشون تا اینجا بدونید که یکسان هستن. خب یه جدولی داخل سویچ های شما، داخل هاب نه، هاب کلا گفتم اصلا قضیهش جداست. داخل سویچ هاتون، داخل سویچ هایی که در واقع استاندارد هستن، ما یک جدولی درست میشه از آدرس های مک ادرسی که کاربرا کامپیوتر هایی که به اون پورت وصل شدن در واقع در اختیار سویچ قرار میدن. اونم یه جدول ازش درست میکنه، میگیم چه جوری کار میکنه. خیلی کاربرد، اصلا مفهوم و منطق کاری سویچ بر اساس این جدول مک ادرس هستش یا مک تیبل یا کم تیبل. خب اگر این جدول کم نباشه یا جدول مک تیبل نباشه، هیچ فرقی با هاب نداره، هیچ فرقی با هاب نداره. هر جا ازتون پرسیدن تفاوت هاب و سویچی، اولین چیز باید بگی آقا هاب اصلا مک ادرس نمیفهمه اما سویچ میفهمه. زود دارم این سری چیزا رو میگم. اما سویچ ها رو میگیم به به، میریم جلوتر میگیم که آقا ما ان نوع سویچ داریم. فکر نکنید همینجوری مثلا بابایتی الان مثلا این تموم شد رفت. نه، ما سویچ داریم از 20000 تومان شروع میشه تا سویچ هایی که 1 میلیارد قیمتشون هستن. خب تفاوت هاشون در چی هستش امروز بررسی میکنیم که مثلا ما سویچ های کات ترو داریم، سویچ های استور اند فوروارد داریم، سویچ های فرگمنت فری داریم، سویچ های ماژولار داریم، سویچ های قابلیت استک کردن داریم، سویچ های داریم شاسی دارن، میتونید اضافه کنید پورت بهشون در بیارید، پورت های ثابت دارن، پورت های دامینانت و این تا چیز دیگه. خب
اما فعلا ما داریم راجع به مفهوم سویچ در لایه دوم صحبت میکنیم. در ویدیوی بعدی که راجع به روترها و مسیریابا میخوایم صحبت کنیم میگیم که یه چیزی داریم به نام سویچ لایه سوم که هیچ کاری باهاش فعلا نداریم. خب توی این ویدیو ما فقط داریم با لایه 2 کار میکنیم. خب بریم ادامه ماجرا. یکی بود یکی نبود. یه بنده خدای گفت چه بدبختی که بیایم از اسنیکرنت استفاده کنیم، بیایم یه دستگاه این شکلی درست بکنیم. خب این دستگاه 5 تا پورت داره، 5 تا اینترفیس داره. میایم کامپیوترامون رو دونه دونه به این وصل بکنیم. خب مکانیزم کاری ها میخوایم بگیم. بیایم کامپیوترهامون رو دونه دونه به این وصل کنیم. اینجوری اومدم کامپیوتر A B C D E. خب اینجوری اومدم با کابل وصل کردن کامپیوترها رو به هم. اسم این دستگاه رو گذاشتن هاب. خب هاب گفتیم کلا یک دستگاهیه که در لایه چند از مدل OSI کار میکرد، در لایه فیزیکی کار میکنه. هیچ درک منطقی از سخت افزار نداره که مثلا بگیم آدرس دهی بشناسی یا چیزی. نه، کلا یه دونه شما میتونید هاب رو با سراحی برق مقایسه کنید کامل. هر چیزی واردش بشه خارج میشه ازش. فرض کنید که در هاب قرار هست کامپیوتر A به کامپیوتر E اطلاعاتی رو ارسال بکنه. خب وقتی بسته اطلاعاتی با توجه به لایه های OSI قرار هست ارسال بشه، بسته مبدأ داره، یه مقصد داره، مبدأ A مقصد E. خب وقتی داخل هاب اطلاعاتی ارسال میشه، هاب اینقدر احمقه که اون اطلاعات رو برای همه پورت ها ارسال میکنه. چرا رنگ قرمز کشیدم؟ چون نباید به B و C و D که اطلاعاتی ارسال میشد، فقط باید اطلاعات به E ارسال میشد. خب این مشکل هست یا نه اصلا؟ بله. اولا اینکه پهنای باندی که اینجا وجود داره رو به خودش اختصاص میده. یعنی یک کامپیوتر وقتی ارسال اطلاعات کرد، همه کامپیوتر رو باید منتظر بمونن که چه اتفاقی بیفته اینجا اون کامپیوتر اطلاعاتش رو ارسال بکنه. پهنای باند در واقع داخل هاب به صورت اشتراکی استفاده میشه. هر کس فرستاد باید منتظر بمونه تا در واقع هر کس داره ارسال میکنه اطلاعاتی رو، دیگران باید منتظر بمونن تا اون اطلاعات در واقع فرستاده بشه. از نظر امنیتی چطور؟ بچه‌ها از نظر امنیتی فاجعه است. یه هاب فاجعه است. خب شما ببینید اطلاعاتی دارید برای ای میفرستید، این اطلاعات ممکنه محرمانه باشه، اما دی، سی و بی همه این اطلاعات رو دریافت میکنن، میتونن شنود بکنن. یادتون نرم افزار وایر شارک رو گفتم، اون وایر شارک اینجا باشه کل اطلاعاتی که این داره میفرسته رو دریافت میکنه. پس از نظر امنیتی هم ضعف داره. خب ببینید مکانیزم پهنای باند در بذار پهنای باندم بکشم، فرض کنید این سبز پهنای بانده. خب در هاب به این شکله، یک پهنای باند یا یک در واقع ظرفیت اشتراکی وجود داره. هر کامپیوتری ارسال بکنه دیگران باید منتظر بمونن تا اون انتقال اطلاعاتش رو انجام بده. اوکی؟ خب پس کند ماهیت هاب اینه که هم کنده، هم از نظر امنیتی ضعف داره، هم پهنای باندش اصطلاحا میگن شیرد بندویت یا پهنای باندش به صورت اشتراکی استفاده میشه. حالا یه اتفاق بعد رو ببینیم. اگر یکی از کامپیوترها بیاد انتقال اطلاعاتی داشته باشه، همون لحظه میزنه، شانس که نداریم یه نفر دیگه هم همون لحظه کامپیوتر میاد انتقال اطلاعات میده. چه اتفاقی میفته؟ 2 تا کامپیوتر همزمان دارن انتقال اطلاعات میدن. در این لحظه زمانی یه اتفاق بد میفته، یک فاجعه، یک تصادف در واقع اتفاق میفته. 2 تا دیتا همزمان داخل یه شبکه میرن. خب به این فرایند، به این اتفاق بده میگن کالیژن، میگن تصادف. خب تو چه محدوده‌ای مشکل ایجاد شده؟ بچه وقتی که توی هاب یه جا کالیژن به وجود اومد یا تداخل، کل هاب از بین میره. یعنی وقتی که یک تصادف به وجود اومد، اون هاب، اون در واقع دستگاه ما کلا مختل میشه فرآیند کارش و کامپیوترهای دیگه الان نمیتونن انتقال اطلاعات داشته باشن تا اون مشکل برطرف بشه. خب به محدوده‌ای که با به وجود اومدن این کالیژن مختل میشه میگن کالیژن دومین، محدوده برخورد. یعنی چی؟ یعنی اگر یکی از این پورت ها کالیژنی توش به وجود بیاد، هر 4 تا پورت دیگه دچار مشکل خواهد شد. پس ما چند تا کالیژن دومین داریم اینجا؟ یه دونه کالیژن دومین داریم، یک محدوده برخورد داریم. خب همینجا سوال میکنم از شما، محدوده برخورد ما در شبکه یا کالیژن دومین ما زیادتر باشه بهتر یا
در واقع کمتر باشه. طبیعتا هر چقدر زیادتر باشه بهتره. چرا؟ اگر پورت 5 من دچار کالیژن شد، پورت 4321 من دچار اختلال نشه. اوکی، این هم از مفهوم کالیژن دومین. اما ما میخوایم دو تا هاب رو به هم وصل بکنیم. روزگاری زمانی بود که ما با هاب می اومدیم شبکه ها رو به هم وصل می کردیم. یعنی یه ساختمونی بود 10 طبقه بود، ما هر 10 تا طبقه رو میخواستیم با در واقع هاب به هم متصل بکنیم. تو هر طبقه می اومدیم یه هاب میذاشتیم، مثلا چند پورت، 24 پورت، مثلا 48 پورت. از این اتفاق شاید هم بوده، من هاب 48 پورت ندیدم حتی. حالا به هر حال برای اینکه دو تا هاب رو به هم وصل بکنید بچه‌ها، تنها کاری که شما لازم بکنید اینه که یه دونه از همون کابلایی که اینجا ورداشتیم، حالا راجع به کابلا بعداً صحبت می‌کنیم، یه کابل برمی‌داریم میزنیم توی یکی از پورت‌های یکی از هابا، ورش می‌داریم میزنیم توی یکی از پورت‌های یه هاب دیگه. این دوتا با هم شبکه میشن، یعنی کامپیوترهایی که تو هاب A قرار دارن با کامپیوترهای هاب B در ارتباطن. خب یه سوال اینجا پیش میاد، آیا الان کامپیوتر A اگر بخواد برای کامپیوتر H که تو اون یکی هاب هست اطلاعاتی رو ارسال بکنه، همون فرایند هاب معمولی رو داریم؟ یعنی برای همه کامپیوترها ارسال میشه؟ بله، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی الان پهنای باند به اشتراک گذاری میشه، برای همه کامپیوترها اطلاعاتی که A میخواد برای H بفرسته ارسال میشه تا به H برسه. اوکی؟ چه اتفاقی میفته؟ این فاجعه است بچه‌ها. ما اینجا 8 تا کامپیوتر داریم. فکر کنید توی سازمان 100 تا کامپیوتر باشه، 200 تا کامپیوتر، 1000 تا کامپیوتر باشه. به محض اینکه یه کامپیوتر اصلا شروع به انتقال اطلاعات بکنه، تمام کامپیوتر شبکه مختل میشن. چجوری میتونیم این مشکل رو حل بکنیم؟ واقعا چجوری میشه؟ بعد فکر کن همه این پهنای باند هم اشتراکیه دیگه. اومدن یه راهکار دادن، گفتن ببین بیایم یه ذره از این کارت شبکه ها استفاده کنیم. شما یه شناسه منحصر به فرد دارید دیگه. خب گفتن بیایم این کابل رو حذف بکنیم، کابل رو مستقیم نزنیم هاب به هاب، بیایم بجای اینکه هاب ها رو به هم وصل بکنیم یک دستگاهی رو این وسط قرار بدیم به نام بریج یا پل. خب یه پورتش رو وصل میکنم به یکی از پورت های هاب A و یه پورتش رو وصل میکنم به یکی از پورت های هاب B. خب و 2 تا پورت هم داره این بریج من. خب 2 تا پورت داره، حداقل 2 تا پورت میخواد دیگه. چی کار میکنه این؟ کاری که بریج انجام میده اینه بچه ها، به محض اینکه کامپیوترها روشن میشن داخل شبکه شما، چه تو هاب A چه تو هاب B، اصطلاحاً میگن برادکست میکنن، یعنی داد میزنن. کامپیوتر A که روشن میشه میگه من اومدم. چجوری اعلام میکنه اومدنش رو؟ اون آدرس مکی که روی کارت شبکهش هست رو اعلام میکنه به همه. هاب که هیچی، اصلا کلا تعطیل. ولی میاد از طریق پورت 5 میرسه به پورت 1 این بریج من یا پل من. بریج یه مقدار هوشمندتره، میاد میگه آها کامپیوتر A خب که مثلا پورتش فلانجاست عذر میخوام، آدرس مکی که اعلام کرده اینه، آدرس مکی که اعلام کرده این هستش. کامپیوتر B آدرس مکش بیه، کامپیوتر C همه این آدرس های مکی که تو اینجا وجود داشته رو میگیره داخل یه جدول نگهداری میکنه برای خودش. توی پورت یکش یه جدول از آدرس های مک و هابی که داخلشونه. بچه اینجا پورت رو در نظر نگیرید، این یه اشتباه تایپی. اینجا بگید هاب یک، همه رو بنویسید هاب A. هاب A همه اینجا هم هاب B. این فکر کنم با سویچ ما داشته باشه. خب هاب A. شبکه 2 هم همینجور، هر کامپیوتری که روشن میشه میاد میگه آقا من آدرس مکم اینه، آدرس مکم اینه، آدرس مکم اینه، آدرس مکم. پس این بریج 2 تا جدول ایجاد میکنه، یا بهتر بگیم یه دونه جدول. به اون جدول میگن مک تیبل. جالب شد نه؟ تا حالا میگفتیم مک تیبل که برای سویچ فقط، اما بدونید که مک تیبل در اصل برای بریج بوده. خب حالا که این اتفاق افتاد چه اتفاقی میفته؟ ببینید فرض کنید که الان کامپیوتر A میخواد برای کامپیوتر H اطلاعاتی رو ارسال بکنه. خب طبیعتاً
اگر برای اچ بخواد اطلاعاتی رو ارسال بکنه هیچ تفاوتی در فرایند کاری من به وجود نمیاد. اما نکته چیه بچه؟ من اگر کامپیوتر A ام بخواد با کامپیوتر C ارتباط برقرار بکنه، توی حالت قبلی باز هم کامپیوتر E و F و G اگه کابل مستقیم به پورت های هاب زده بودم اطلاعات دریافت میکرده. اما با وجود بریج یه اتفاق میفته، این پهنای باند اشتراکی برداشته میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر کامپیوتر A میخواد به کامپیوتر D اطلاعاتی ارسال بکنه، کامپیوتر A هاب تو همه پورتاش میفرسته، پورت 5 هم جزو پورتای هاب دیگه، برای اینم ارسال میکنه. بریج وقتی که درخواست رو دریافت کرد میاد تو این جدوله نگاه میکنه، میگه صبر کن ببینم تو یه آدرس مبدا داری یا آدرس مقصد؟ آدرس مبدأت A، آدرس مقصد D. خب شما هر دوتاتون روی یکی از پورت های منید، الزامی نداره ترافیکتون رد بشه بیاد اینور که، پس تو همونجا بمون. پس بریج این کارو میکنه، میگه اجازه نمیدم اطلاعاتی که برای هاب A هست و مبدا و مقصد داخل یک هاب هست بیاد رد بشه بره توی شبکه دیگه. اوکی؟ برعکسش هم به همین شکل. اگر H بخواد با E ارتباط برقرار بکنه، میاد توی اینجا نگاه میکنه، میگه خب تو که تو شبکه خودتی، پس حق گذر از اطلاعات اینجا رو نداری، از این رابطه رو نداری. اینجوری میشد که مثلا 20 تا طبقه، 20 تا بریج با ترکیب مثلا 20 تا هاب رو به هم وصل کرد و حداقل ترافیک های طبقات مختلف با هم تداخل نداشتن. اما همچنان مشکل داره دیگه. من الان هاب A هم اگر میخواست برای مثلا چه میدونم A میخواست به H بفرسته، باز همون جریان ترافیکی پیش میاد. پس این کاربرد بریج شد. بریج یه ذره درک داره. بریج تو چه لایه‌ای کار میکرد؟ ببینید هر چیزی مفهوم آدرس مک داشت در لایه 2 کار میکرد، پس بریج ما هم در لایه 2 کار میکنه. اوکی؟ خب باز بریج هم تموم شد. یه بنده خدای برگشت گفت چقدر باحال بود این بریجه، چقدر این کارش باحال بود. میومد بیام یه کاری بکنیم، بیام بریج درست کنیم. چرا 2 تا پورت داشته باشه؟ بیام بریج درست کنیم 40 تا پورت داشته باشه. بیام بریج درست کنیم 48 تا پورت داشته باشه. به جای اینکه هاب بهش وصل بکنیم، کامپیوتر مستقیم بهش وصل میکنیم. منطقی شد یا نه؟ ببینیم چه اتفاقی میفته. خب گفتش من در واقع میام یه دونه مالتی پورت بریج درست میکنم، اسمشو میذارم سویچ. الان فکر کنم جا افتاده باشه براتون یه مقدار. در واقع سویچ مالتی پورت بریج هست، ماهیت کاریش از بریج گرفته شده. حالا ببینیم چه جوری کار میکنه. اگر فرض رو برای این بگیریم که این یک سویچ هست، کامپیوتر A بهش وصل شده، B بهش وصل شده، C بهش وصل شده، D، E و به همین ترتیب وصل شده. خب سویچ میاد چیکار میکنه بچه؟ میگه کامپیوتر A اگر میخواد برای E اطلاعاتی رو ارسال بکنه، فقط برای E ارسال میشه، برای جای دیگه ارسال نمیشه. از کجا متوجه میشه این قضیه رو؟ میگه من مک تیبل دارم. همون مک تیبل یا کم تیبلی که گفتم یادتونه توی در واقع توی بریج، اینجا توی سویچ هستش. میاد میگه روی پورت 1 من آدرس مک A هست، روی پورت 2 من آدرس B، به همین ترتیب آدرس های مک هر کدوم از کلاینت ها رو بعد از اینکه اومدن بالا داد و بیداد کردن ذخیره میکنه داخل خودش. به محض اینکه A بخواد با E ارتباط برقرار کنه، داخل پورتش رو نگاه میکنه، داخل آدرس جدولش نگاه میکنه، فقط درخواست منو میفرسته روی E. چه اتفاقی میفته بچه ها؟ امنیت بالاتر نمیره. چرا؟ طبیعتا کامپیوتر B یا C یا D دیگه اطلاعات من رو دریافت نمیکنن. از همه مهمتر بچه ها، وقتی شما آبیا خطوط مستقیم ارتباطی بین پورت های سویچن، خب پهنای باندی که در هاب بود اشتراکی بود، یعنی همه باید منتظر میموندن تا یه جای خالی میشد میفرستادن. اما در سویچ با توجه به اینکه آدرس مبدا و آدرس مقصد مشخصه، هر کدوم از اینها میتونن یک پهنای باند اختصاصی برای ارتباطاتشون داخل سویچ داشته باشن. پس داخل سویچ ما پهنای باند اختصاصی داریم، آدرس مک داریم یا مک تیبل داریم، از نظر امنیتی بالاتر هستش و خیلی از موارد دیگه. پس این مکانیزم کاری سویچ شد. پهنای باند بهتری داریم، هوشمندتره. شما دقیقاً دقت کردید؟ فکر کنید شما اینجا یه هاب خورده باشه، ما در واقع یه لایه هاب رو حذف کردیم، به جای هاب
اومدیم کامپیوتر گذاشتیم، به جای اینکه اون بریجمون یه پورت داشته باشه اینجا 5 تا پورت داره، ممکنه n تا پورت داشته باشه، ولی مکانیزم از همون قدیمیه که گرفته شده. حالا یه نکته خیلی جالب، اگر کامپیوتر 1 بخواد به کامپیوتر 5 اطلاعات بفرسته، کامپیوتر 4 همزمان به کامپیوتر 2 امکانش وجود داره؟ بله امکان وجود داره. چرا؟ چون پهنای باند اختصاصیه برای هر کدوم، اصلا با هم تداخلی ندارن. اگر 1 همزمان انتقال اطلاعات بده برای 5 هم همزمان انتقال اطلاعات بده برای 1، چه اتفاقی میفته؟ یعنی همزمان دوتاشون برای همدیگه میخوان انتقال اطلاعات بدن، کالیژن به وجود میاد. اما نکتهش اینه که اینجا اگر کالیژن به وجود بیاد چه اتفاقی میفته؟ من فقط یه نکته رو بگم بچه ها، اینجا توی اسلاید قبلی الان اگر اینجا یه کالیژنی به وجود بیاد، این در واقع بریج من انتقالش نمیده به این قسمت که این فراینده این بدبخت هابم مختل بشه، همینجا کالیژن اینجاست. پس بریج من 2 تا محدوده برخورد یا کالیژن ایجاد کرد. خب حالا اگر فکر کنید این مثلا سویچ باشه چه اتفاقی میفته؟ سویچ من به ازای هر پورت یک کالیژن دومین داره یا محدوده برخورد. میگه اگر پورت 5 من دچار اختلال شد، همزمان خواست اطلاعات انتقال بده، هیچ صنمی نداره با اینکه 2 با 3 داره ارتباط برقرار میکنه. به خاطر همین میگیم پهنای باند اختصاصی است. اوکی، این مکانیزم عملکرد سویچی که میبینید هوشمنده، با توجه به اینکه به آدرس مک کار میکنه در لایه دوم هستش. پس سویچ رو اگر جای شنیدید گفتم مالتی پورت بریج، در واقع مفهومش از همون بریج گرفته شده. خب حالا فرض کنید که ما قرار هست 2 تا سویچ رو به هم وصل بکنیم. کامپیوتر A میخواد به کامپیوتر H ارتباط برقرار کنه. وصل کردن سویچ ها به هم کاری نداره بچه ها، یا یکی از پورت های هر سویچ رو وصل میکنیم کابلش رو به پورت دیگه، یا اینکه هر کدوم از اینها گفتم یه پورت خیلی سریعتر دارن به نام آپلینک هاشون رو به هم متصل میکنیم که سرعت بالاتری دارن. البته اینی که دارم میگم در حالتی که شما 2 تا سویچ رو در یک شبکه داخلی بخواید وصل بکنید به هم. ما بعداً توی ویدیو بعد میبینیم که یه لایه که بریم بالاتر با آی پی کار بکنیم، برای اتصال بین 2 تا سویچ یا 2 تا شبکه مختلف ما میایم از یک دستگاهی به نام روتر یا مسیریاب استفاده میکنیم. اوکی، من این پورت سویچمو کندم، با یک کابل وصل کردم به یک سویچ دیگه. مکانیزم کاری که تفاوت نکرد. سویچ A هم یه مک تیبل داره، سویچ B هم یه مک تیبل داره. اما وقتی که شما 2 تا سویچ رو به هم وصل میکنید، سویچ ها میان با هم دیگه مک تیبلشون رو به اشتراک میگذارن. یعنی میگن آقا یه سویچ A، خب شما مک هایی که روت هست رو به من بده. من تو این قسمت سبز ببینید همینه، این سبزه اینه. آقای سویچ B شما هم آدرس های مکی که روی پورت های سویچ داری رو به من بده. پس این دوتا در جریان پورت های همدیگه قرار میگیرن. حالا اگر A بخواد برای H اطلاعاتی بفرسته، باز همون فراینده، میاد تو آدرسش نگاه میکنه، سویچ A نگاه میکنه، میگه صبر کن توی جدولم نگاه کنم با کی کار داشتی؟ با H. خب H آها H پورت 5 سویچ B'ه. پس هدایتت میکنه از اینجا خارج بشی بیای توی سویچ B. سویچ B هم خودش هدایتت میکنه روی پورت H با توجه به آدرس مک. پس سویچ ها با هم آدرس های مکشون رو به اشتراک میگذارن. اوکی؟ خب البته این چیزی که دارم میگم خیلی ساده دارم توضیح میدم، مبانی و مفاهیم اولیه سویچینگ هستش. خب ما یه تخصصی داریم بچه‌ها به نام سویچینگ که در دوره‌های سیسکو میرید میخونید. سویچ ممکنه یه دستگاه بسیار ساده باشه، ممکنه یک دستگاه بسیار بسیار پیچیده باشه. سویچ همینی هست که تو خونه استفاده میکنه، 4 تا 5 تا پورت داره، اونم سویچ هست، مکانیزم کارش فرق داره. اینهایی هم که میبینید همشون سویچ هست. توی سناریویی که کشیدیم با هم، توی سناریویی که داشتیم، ما اومدیم 2 تا سویچ اینجا داشتیم، یه سویچ اینجا. سویچ رو شما میتونید به عنوان یک خیابان در نظر بگیرید. سویچ رو میتونید به عنوان یک خیابان در نظر بگیرید. ببین خیابان 1 سویچ 1، خیابان 2 سویچ 2. این دوتا رو به هم وصل کردیم، یه پورت اونو کندیم زدیم به پورت اون. توی اسلاید قبلی توضیح دادم چه اتفاقی افتاد. اینجا یه اکسس پوینت، یه کامپیوتر وصل شده، اینجا یه پرینتر، اینجا یه کامپیوتر که همشون آدرس مک دارن. آدرس های مکشون رو به مک تیبل یا کم تیبل سویچ
وصل کردن. سویچ 2 هم به همین شکل، سویچ 2 هم سرور داخلی بهش وصل شده فلان. این دوتا سویچ که به هم وصل شدن آدرس های مک همدیگه رو دارن. خب اینجا هم به همین شکل سویچ 3 ما آدرس مک سرور 2 و سرور 1 رو داره، اما این سویچ ها به هم وصل نمیشن تا بهتون بگیم که چجوری. اما میرسیم به این که انواع سویچ ها رو با هم بررسی بکنیم. خب بچه‌ها این جزء سیلابساتون نیست واقعا، شما در همین حد که الان مکانیزم کاری سویچ رو بدونید کفایت میکنه، اما من میخوام کلا در جریان میگه چه اتفاقی داره میفته. ما یه سری سویچ داریم بهشون میگیم منیج سویچ، یه سری سویچ داریم بهشون میگن آن منیج سویچ. خب سویچ های مدیریت شده یا قابل مدیریت، سویچ های غیر مدیریت شده. خب کلا ببین شما آن منیج ها در حد همینه که کابل بزنی استفاده بکنی، همینی که تو خونتون دارید همشون آن منیجدن، چه از لحاظ قیمت چه از لحاظ امکانات زمین تا آسمون فرق داره. مثلا آن منیجد ها چیه؟ تنظیماتشون ثابته، میتونیم بگیم یه جورایی اصلا هابن آن منیجد، زیاد تفاوت خاصی نمیتونیم واقعا اون مفاهیمی که در لایه‌های کلان سویچ و در واقع استفاده مصارف سازمانی سویچ داریم با سویچ آن منیج نداریم. خب اما سویچ های منیج قابل پیکربندی هستند. شما میتونید خیلی مثلا میتونید قوانین ترافیکی براشون وضع کنید، بگید پورت 1 با پورت 2 ارتباط نداشته باشه، پورت 3 با پورت 4 ارتباط داشته باشه، میتونید مدیریت کنید این ترافیک رو. اوکی؟ خب یه دونه در واقع سویچ های آن منیج هیچ مدیریت روی ترافیک ندارن، هر چی اومد دیگه ترافیکش داخل همونجا هست. حتی توی سویچ های منیج شما اولویت ترافیک میتونید تعریف بکنید. خب توی سویچ های آن منیج اصلا گفتم هیچ درکی از این موضوع نداره. توی سویچ های منیج شما میتونید چیکار بکنید؟ مثلا اصطلاحاً میگن کنترل های دسترسی بنویسید. خیلی کارهای پیچیده تری میتونید بکنید ولی ما در همین حد کفایت میکنیم. مثلا بدونید که در سویچ های منیج هست که ما میتونیم لن های مجازی درست بکنید، همون تعریفی که تو اولین اسلاید گفتم که اصطلاحاً بهشون میگیم ویلن. در آینده راجع بهشون یک ویدیو اختصاصی خواهیم داشت. خب ما اگر بخوایم دوباره طبقه بندی کنیم انواع اقسام سویچ های دیگه داریم. مثلا سویچ های داریم بهش میگیم کات ترو. کات ترو نحوه انتقال اطلاعات رو داره نشون میده داخل یک سویچ. کات ترو، استور فوروارد و فرگمنتری نحوه انتقال اطلاعات در سویچ ما هستش. وقتی میگیم کات ترو هستش یعنی به محض اینکه اطلاعاتی از پورت 1 خارج شد بلافاصله بر اساس آدرس مک فوروارد میشه، بلافاصله در واقع رد میکنه سویچ که بره. زیاد در واقع لود آنچنانی روی سویچ نداره. اکثر سویچ ها و بیشترین استفاده ما از نوع سویچ ها توی دنیا از نوع کات ترو هستش. سویچ نوع دوم بهش میگن استور اند فوروارد، ذخیره میکنه و بعد ارسال میکنه. خب این سویچ ها هوشمندتر هستن. از چه لحاظ؟ از لحاظ اینی که اول که بسته اطلاعاتی یا فریمتون رو دریافت میکنن، چون در لایه 2 گفتیم به اطلاعات میگن فریم دیگه، اول ذخیرهش میکنه، یا اصطلاحا ذخیره که نگیم چون واقعا انقدر هارد دیسک یا اینقدر حجم اطلاعات نداره که بخواد ذخیره کنه، میگیم بافرش میکنه. بافر یعنی چی؟ یعنی سرعتش رو متناسب میکنه با سرعت مقصد و بعد ارسال میکنه. خب این خیلی میتونه قابل اعتماد تر باشه. فرگمنت فری حالا در آینده شاید بیشتر بررسی بکنیم، اما بدونید که ترکیبی از استور اند فوروارد و کات ترو هستش، با این تفاوت که مثلا میاد نصف فریم رو اول میخونه و بعد بررسی میکنه. زیاد بحثی راجبش نریم، فقط بدونید که 3 نوع هست. این 2 نوع از در واقع مواردی هست که حتما باید بدونید، تو ذهنتون باشه. من این میگم این نوع اون نوع، یاد جوکی میافتم، میگم جوک نبود البته، یه حرفی هستش تیکی کلام میگه سویچ ها نوع سویچ ها 2 نوع هستن، نوع اول، نوع دوم، که نوع دوم از نوع اول مهمتره. هیچ توضیحی هم راجبش نمیدیم. خب ما سویچ های داریم که پورت های ثابت دارن. مثلا نکن این یه سویچ پورت ثابته. خب دیگه نمیتونی پورتشو در بیاری، پورتشو اضافه بکنی. بعضی از سویچ ها هستن شما میتونید پورت اضافه کنی بهش. خب استکبل هستن. استک بچه یعنی پشته. شما میتونید مثلا 2 تا سویچ 48 پورت رو کنار هم قرار بدید. یه سری پورت های خاص داره که پشت سویچ ها قرار میگیره. توی سویچ های منیج طبیعتا داریم صحبت میکنیم، نه آن منیج. توی سویچ های منیج اونها بهش میگن استکبل. 2 تا سویچ در قالب یک سویچ دیگه فعالیت میکنن. یا سویچ هایی داریم که ماژولار هستن اصلا، یا مثلا شما میتونید ماژول رو تعریف کنید. مثلا داخل وبسایت ها دیدید یه دونه ماژول مثلا
یه سری امکانات اضافه میکنه روی اون سویچ. مثلا ماژول فایروال، ما بعضی از سویچ های منیجدمون میتونه تبدیل به یک فایروال بشه یا یک لایه بالاتر کار بکنه، میام یک ماژول اون کارو نصب میکنیم در واقع روش. یا چسیس یعنی همون چی میگن شاسی، توی اتومبیل که دیدید همه ماشین شما روی شاسی سوار میشه. خب در واقع این به این شکل هست، شاسی داره، شما میتونید در واقع بهش اضافه کنید. مثلا اینجا رو ببینید، این یه شاسی هستش، اینا یه شاسی هستن، اینا یه شاسی هستن، سری های مختلف سویچ هستن. خب این هم به این شکل. خب فکر میکنم تا اینجا یه سری مفاهیم رو خوب راجع به سویچ ها درک کردید بچه‌ها. میتونید باز به جستجو کنید، چون واقعا الان کار عملی من در خصوص سویچ نمیتونم به شما بگم. یه مقدار برید جستجو بکنید داخل اینترنت، سویچ های مختلف ببینید. فقط این شکل ها رو بهتون نشون میدم که فکر نکنید سویچی که تو خونه میبینید همون سویچ داخل یک سازمان داره استفاده میشه. سویچ ها سری مختلفی دارن، سازمان های مختلفی هستن که تولید کننده تجهیزات سویچ هستن و شما در دوره های سیسکو یک دوره آموزشی به نام CCNA مثلا، حالا ببخشید، یه دوره آموزشی یا یک قسمت آموزشی به نام سویچینگ دارید که تخصصش روی بحث همین سویچ های منیجد هستش. اوکی، پس بحث بزرگه. فکر میکنم تا اینجای کار کفایت کرده باشه. فقط اون بحثی که گفتم خیابونه این تو ذهنتون باشه. هر خیابون، هر کامپیوتری که داخل یه خیابون قرار بگیره یه آدرس مشترک داره، یک آدرس مشترک داره. مثلا ما میگیم خیابون شاهین ویلا، دیگه آقا هر مغازه‌ای که داخل شاهین ویلا قرار داشته باشه یک آدرس مشترک به نام در واقع خیابون شاهین ویلا داره. اگر من بخوام با یه خیابون دیگه ارتباط برقرار بکنم چه اتفاقی میفته؟ بایستی یک راهنما داشته باشم به من بگه که چجوری از این خیابون برم اون خیابون. اون راهنما رو بهش میگن مسیریاب که در ویدیوی بعدی راجع بهش صحبت خواهیم کرد. خب ما میخوایم برای بچه‌های آیتی پرو بیایم اینجا راجع به انواع سویچ ها صحبت بکنیم. همونطور که ما انواع سویچ ها رو اینجا گذاشتیم کنار هم، میخوایم معرفی کنیم از بالا به پایین سویچ هایی که فیکس هستش یا اصطلاحاً ثابت پورت هاشون نمیشه تغییرشون داد. همونطور که میبینید اون پورتی که دیدید بهش میگن پورت در واقع آپلینکمون که به سویچ های دیگه میتونیم باهاش وصل بکنیم. سویچ پایینی که میبینید یه سویچ 48 پورت هستش که این سویچ هم برای اینکه بتونه با جای دیگه ارتباط برقرار بکنه، پورت آپلینک داشته باشه، با استفاده از فیبر نوری وصل میشه. همین پورت هایی که این انتها میبینید اینها پورت های فیبر هست که اصطلاحاً با یک سری کانکشن به نام SFP میتونه در واقع وصل بشه به سویچ های دیگه که فیبر نوری هستش. حالا راجع به این کانکشن ها توی ویدیوهای آینده آیتی پرو صحبت میکنیم. این هم یک جور ماژول هستش که به سویچ اضافه میشه یا اون قابلیت های جدید. اگه سویچ بالایی رو بخوایم به یه سویچ دیگه وصل بکنیم، همونطور که میبینید یه پورت فیبر داره، یه پورت کابل مسی داره که این پورت رو عیناً باید وصل بکنید به در واقع یه سویچ دیگه. پیچ دیگه خاصی نداره، بهش میگن آپلینک. اینجا آپلینک هایی هستن که میبینید. سویچ های ما هم که همشون سری سیسکو هستن. خب اما هر دو تا این سویچ ها رو اصطلاحاً بهش میگن سویچ های ساده یا فیکس. خب الان که میخوایم صحبت بکنیم راجع به بحث استک کردن سویچ میخوایم صحبت بکنیم. ببین من این سویچ رو برمیگردونم. ببینید ما یه چیزی داریم اینجا به نام استک. استک گفتیم چی هستش؟ استک گفتیم که چند تا سویچ رو میتونید با استفاده از کابل های موازی یا پارالل به هم وصل بکنید. همونطور که میبینید استک یک، استک دو پورت. این پورت مشابهش روی سویچ دیگه هستش، وصل میکنیم. اگه الان سویچ 48 پورت دارید، در نهایت این دوتا سویچ تبدیل میشه به یک سویچ مثلا 96 پورت. 48 آره دیگه 96 میشه، فکر می‌کنم دو تا 48 پورت میشه. خب محاسباتون هم اشکال داره. اما یه نکته ای که شما میتونید سه تا سویچ داشته باشید. استک یک رو وصل کنید به سویچ یک و استک دو رو وصل کنید به سویچ دو. یه نکته ای که هستش، پهنای باند این پورت‌های استک خیلی زیاد هستش. بعضن چند ده گیگابیت بر ثانیه سرعتشون هست. چرا؟ چون باید تمام پورت ها رو پشتیبانی کنن و بتونن استفاده بکنن. معمولا جایی که شما تعداد پورتاتون کمه یا این قابلیت رو داره سویچتون که از قابلیت استک استفاده بکنید، میتونید ازش استفاده کنید. یه چیز هم جالبه، دقت کنید الان اینجا یه سری پیچ داریم، یعنی این میتونه باز بشه. این ماژول استک ما داره میگیم، یعنی میتونه به این سویچ اضافه بشه یا ازش حذف بشه. خب و سویچی هم که قرار هست باشه استک کنید طبیعتا باید از همین نوع ماژول رو روی خود
خودش داشته باشه. پس این سویچ 48 پورت ما درسته که فیکسد هست یا ثابت است، اما به نوعی میشه گفت ماژولاره. حالا سویچ بعدی که الان میخوایم معرفی کنیم کاملا ماژولار هست، یعنی هر جاش رو شما بخواید میتونید تغییر بدید. فکر کنم بحثمون با این سویچ تموم شده باشه و میریم سراغ سویچ پایینی که یک سویچی هستش که کلا ماژولار هستش. خب وقتی میگه ماژولار یعنی همه قطعاتش رو شما میتونید جدا بکنید. الان ببینید، دقت کنید، این گوشه رو من خیلی راحت میتونم باز بکنم. این گوشه رو که باز میکنی یا قسمت های دیگه ای از این سویچ همشون قابل جدا شدن هستن، کاملا ماژولار این سویچ. شما میتونید این رو بردارید راحت ماژول فیبر نوریتون رو اینجا وصل کنید، ماژول مثلا روترتون رو وصل کنید، لایه دیگه ای، و اون ماژول بلافاصله شروع به کار میکنه. یا مثلا ماژول هایی که الان دارید روی پورت هاتون، پورت مثلا فست اترنت هست، میخواید گیگابیت اترنت نصب کنید یا پورت فیبر نصب بکنید، همه اینها خیلی راحت قابل جدا شدن و قابل نصب کردن روش هستش. این رو بهش میگن یک سویچ کاملا ماژولار که هرچند سویچ قبلی یه مقدار ماژولاش که بحث استکمون بود، این سویچ کاملا ماژولار هستش. خب دوبله شده در آیتی پرو موویز. خب بریم سراغ سویچ بعدی. این در واقع یه سویچ قدیمی هم از چندان جدید نیستش، همینجوری هم خیلی راحت میتونید با پیچ ببندید ماژول ها رو و باز بکنید. اما سویچ بعدی که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم که سویچ در واقع شاسی دار، یکی از در واقع گرونترین سویچ هایی که داخل یه شبکه سازمان میتونید پیدا بکنید. این سویچ رو اصطلاحاً میگن هم شاسی داره هم فیکس نیست به هیچ عنوان، همه جاش رو شما میتونید عوض بکنید، از پورت ها گرفته از در واقع به این قسمت میگن شاسی. دقت کنید، شاسی یعنی همون چیزی که سویچ روش سوار میشه، همه چیز سوار میشه. شما همه قطعات رو دقت کنید با یه سری پیچ میتونه جدا بشه. مثلا این قطعه رو ببینید، الان من بخوام پیچش رو باز میکنم و اون قطعه رو جدا میکنم، یه قطعه جدیدتر اضافه میکنم. نکته جالبش اینه که شما مثلا میتونید یه سری قطعات یا یه سری ماژول ها رو اگر قدیمی شده بدید بره و یه ماژول جدید روش نصب بکنید، یه سویچ جدید به شما میده. خب مثلا الان این اگر تنگیک هسته، شما میتونید عوض بکنید 24 پورتش رو و کلا مثلا فیبر بگیرید اینجا بذارید. ببینید اینا پیچاش خیلی راحت باز میشه، مثل ریل بیرون میاد و جایگزین میشه. یه برد خیلی ثابتی هستش. همونطوری که میبینید الان پورتایی که من روی این دارم فکر می‌کنم 100 مگابیت پر سکند باشه هر کدوم از پورت‌ها. شما میتونید خیلی راحت اینا رو جدا کنید. حتی برای مواقع ضروری این نوع سوئیچ‌ها میان چیکار میکنن؟ شما میتونید در واقع پاور یا اون در واقع دستگاه برق یا نیروی انرژی که در واقع انرژی برقی که بهش میرسونم دو تا براش تعبیه کردم. ببینید غیر از این پورت ها ما تو هر چیزی تقریبا چند تا داریم. مثلا دو تا دستگاه برق داریم که اگر یه دونش از بین رفت اون یکی میتونه جایگزینش بشه، یه دونش به برق شهر وصل میشه، یه دونش به برق یو پی اس، و همونجوری که دقت کنید تمام صفحات این در واقع به نوعی ماژولار هست و قابل جدا شدن و قابل تعویض کردن. خب امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. آیتی پرو باشید و وبسایت آیتی پرو رو به همه معرفی کنید.